اسلامی افغانستان بفرمایید. بله مناسب، ما از امریکا زنگ زدیم و اعلانتان دیدم که گفتین کسایی که از خارج میخواین با وطن پس بیان برشان زمینه تجارت مساعد میکنین. بالکل صحیح شنیدی برادر. امی چیز میست که در خارج داری کلش بفروش او در لراج در زربند شخ بسته کو بیار کابل. خب مناسب، ما در رشته کامپیوتر ساینس ماستری گرفتیم. چی رقم تجارت ما میتونم که اونجا برم؟ خب برادر تو کتیت یک دو سه لک دلار بیار او اینجا فابریکه تولید کتی نسوار بسیار کش داره. طب لطفا یک تجارت بهتر بگوین که به مو رشته من بخونه که هفته دیگه بیازو بر من میرن خواستگاری که به مو پدر دختر نگوین که درس خوان رفت افغانستان پتی نسوار بفروشه. تو چی میگی؟ او بسیار تجارت عمده مملکت است. از اوشتوک تا کلان، موتروان باشه یا خرچلان، مجذوف باشه یا پالوان، کوپیکش باشه یا دکتر دندان، زرگر باشه یا نلدوان، پتلون بپوشه یا تنبان، کلش نسوار میزنه. خیر مناسب، یک تجارت دیگه بگوین اگر این رقمی خوب لگه کس به من دختر بده. خب برادر از گپ زدنت آدم خوب معلوم میشه. چی گفتی که می فابریکه تولید قرارداد کلوخ برید بتیم؟ نه مناسب نمیشه دیگه. ما زندگی من در قوطی نسوار و کلوخ کناراب بند کردن نمیتونم. برادر تو بسیار مشکل پسند هستی. ما برید کل تجارتا لیستش میگیم خودت انتخاب کو. خیر میبینی مناسب، مو کلش بگو که من خودم انتخاب کنم. فابریکه تولید سنگ پای زنانه، فابریکه چاپ لیبل کتی واسیلین، فابریکه تولید دسته مگس کش، فابریکه تولید چوبک چرک گوش. او دو تا فابریکه دیگه برادر تو دیر زنگ زدی وقت گرفته شده. یکیش فابریکه تولید توپدانی او دیگهش تولید پوپک زربان. دکتر امارات اسلامی افغانستان بفرمایید. مولا صاحب سلام علیکم، چطور هستی؟ صدای تو بسیار آشنا به نظر میرسه. کی هستی؟ نام ما بسم الله خان است. تو مطمئن هستی که نامت بسم الله خان است؟ صدایت خوب کسکولا خان میمانه. مولا صاحب یک کس بر من منقل برکی داده، امیرا نمیفهمم چی رقم چالان میشه. نام فابریکهش هم مین کنار جاده است مولا صاحب. او ساکت پیدا کو. نام جک ساکت است، دو دانه غار داره مولا صاحب. و اول باید مطمئن شویم که غاره از برق میته یا نمیته. پیچکش برقی داری؟ مولا صاحب نام هست یک دانه. خب اگه نزدیک ساکت استی درو کو. مولا صاحب بحث نگیره ماره. در غار چپ درو کنم یا در راست درو کنم مولا صاحب؟ در راست ملائکه است او در چپ شیطان. مولا صاحب مرا برق گرفت. چرا برقت گرفت؟ تو چرا درو کدی در ساکت؟ چرا درو کرده بودم؟ کلک ما درو کرده بودم مولا صاحب. ظالم آدم کلکت چرا درو کدی؟ مطلبی ما پیچکش بود. آله خوش شد مولا صاحب، خیر پیچکش هم درو میکنم. علی دیگه چرا پیچکش درو میکنی؟ علی کو فهمیدم که برق داره. خو علی تو کو که می پلاکش بگی او در ساکت درو کو. نه مولا صاحب منقل خو هیچ لاین نداره. ظالم بچه خو اول میگفت که بالتی والا است که سرت که کاروایی نمیکردیم. خیر مولا صاحب، من یک سویچ سرخ دارم، اون خیلی میزنم دیگه چالان میشه. از سویچ که داره بزن، سویچ بزن. وای مولا صاحب ما زخمی شدم. یاره تو بسیار ساده آدم برآمدی، فکرت بگی که مردم بازیت نتا. تو ماین کنار جاده خانه آوردی خیلی منکل کردی. از بازی دادن هیچ پرسان نکن مولا صاحب. ای تو بازیم داد که تابال گنس گل هستم. همین ماینم حتما امون روان کرده جان من.